زمزمی معارف. پرسش از شما و پاسخ از ما. همراه ما باشد در برنامه زمزمی معارف با حضور کارشناسی عالی قدر استاد نصیب الله عمر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شنوندگان عزیز رادیو مهر، برنامه زمزم معارف. امروز هم در خدمت شما هستم با پاسخی به یکی از سوالات و پرسش‌هایی که شنوندگان عزیز ما ارسال نمودند. یکی از عزیزان پرسیده است که آیا بدون طهارت، یعنی بدون وضو، قرآن خواندن جایز است؟ اجمالاً باید گفت قرائت و تلاوت قرآن از جمله عبادات و بهترین ذکرهای الهی است. اگر قرآن را از روی خط و با تماس داشتن به مصحف شریف قرائت شود، فرض است که انسان وضو داشته باشد. اما زمانی که از حفظ می‌خواند، وضو داشتن شرط نیست، هرچند سنت است که با وضو از حفظ بخواند. اگر خواستیم تفصیلاً به این سوال پاسخ بدهیم، باید بگوییم که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: استعیذ بالله لا یمسه الا المطهرون. سوره واقعه آیه 79. یعنی جز پاکان نمی‌توانند قرآن را مس کنند. مس یعنی به دست گرفتن و لمس کردن رو مس گویند. از ظاهر معنای این آیه شریفه فقهای اسلامی حکم نمودند که شخص بی وضو را حرام است که دست به قرآن بزند. بنابراین اگر انسان بخواهد از روی خط قرآن بخواند و با جلد و صفحه و خط قرآن تماس داشته باشد، برای او فرض است که وضو داشته باشد. اما زمانی که می‌خواهد از حفظ به قرائت قرآن مشغول شود، ضرورت ندارد که وضو داشته باشد، هرچند وضو داشتن بهتر و نیکوتر است. همینجا لازم است به این مسئله نیز بپردازیم که برای زنانی که در زمان عادت ماهانه هستند و اصطلاحاً در حالت حیض قرار دارند و یا در حالت نفاس هستند، حرام است که قرآن بخوانند و به مصحف شریف دست بزنند، بلکه در این ایام از خواندن قرآن خودداری نمایند و اگر ضرورتی پیش آمد که مصحف شریف را بردارند و جابجا نمایند، حتما در دستان خود پارچه‌ای و یا دستکشی داشته باشند تا برخلاف فرموده قرآن عمل نکنند. و یک نکته این است که در حالت ضرورت اگر چنین زنان به خواندن قرآن نیاز داشته باشند، آیات قرآن را کلمه کلمه به صورت جدا و نه به صورت جمله کامل می توانند قرائت کنند. مثلا آیه الحمدلله رب العالمین رو باید چنین قرائت کنند: الحمدلله رب العالمین، که هم قرائت شده و هم از یک طرف به معنای قرآن خواندن نباشد، که این ضرورتها در حالت تحصیل، در حالت علم آموزی یا قرآن آموزی شاید پیش آید. امیدواریم که از این برنامه استفاده کامل رو هم گوینده و شنونده برده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org